با معلومات کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان صبح زود 27 می در نتیجه شمال سخت در شهر دوشنبه درختان شکسته بالاپوش بناهای بلند و شانق قسما ضرر دیده است. گفته می شود که شمال سخت بالاپوش 12 بنا را خراب کرده است. همچنین نمای بیرونی بنای نو بنیاد خدمات علاقه در مرکز شهر دوشنبه هم ضرر دیده است. بالاپوش مرکز تعلیمی و قسم حربی کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه فردوسی پایتخت نیز در این حادثه آسیب دیده است. به اطلاع رسمی شمال سخت به 3 اتوماشین در ناحیه سینا ضرر رساند. همچنین 22 درخت در 4 ناحیه دوشنبه در شمال سخت شکستند. با گفته مقامات تلفات جانی و زخمی شدن ساکنان در این حادثه ثبت نشده است. شمال سخت تخمینا ساعت 2 صبح 27 می ساکنان پایتخت را ترساند و برخی آنها میگویند که چند سال باز این گونه وزیدن باد را ندیده بودند. این آفت طبیعی در روز اتفاق افتاد که ساکنان تاجیکستان عید قربان را جشن می‌گرفتند. ساکنان از ناحیه‌های شاه منصور، سینا و فردوسی پایتخت گفتند در پی شمال سخت نیروی برق قطع شد و قریب یک روز بی روشنایی بودند. این آمد چیزلوی 28 نو 5 6 چای زینندگی شور نیست رفتن کشنو تماشو گردکی رفتن آجی. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان میگوید که برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی نجات دهندگان، کارمندان خدمات کمونالی، انرژتیکا و دیگر ساختارهای داخل را سفربر کردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.